رشوه مثل زهر ناعیان جامعه را زهرآلود نموده بیمار میکنه. تئاتر جمهوریوی موسیقی دراموی ناحیه دنغره زاده دوران صاحب استقلالی مملکت به حساب می رود و امروزها با پیشنهاد نمایشنامه‌های پرمضمون بهر استراحت و فراغت مردم همزمان در ترغیب فرهنگ و مدنیت و رسم و آیین نیکنیاگان نقش عمیق دارد. اینک اهل هنر نمایشنامه تازه ایجاد خویش را با نام نفس از روی اثر جمعه قدوس در کارگردانی رحمان علی آدینه‌زاده پیشکش هواداران تئاتر گردانیدند. نمایشنامه تاریخی است. این عصر 5 پیش از میلاد دوره بعد شاهیگری کروش کبیر شاه کامبیسکی نبیره او بود سر تخت میاد و یکی از شاهان عدالت پیشه است که با مقابل رشوه‌خواری و مردم آزاری مبارزه میبرد و ما همراه هنرمندان این تئاتر به خلاصه آمدیم که این اثر رو کمی زمانوی کرده به صحنه گذاریم و با فکرم به هدف خود رسیدیم و این بهای ما رو تماشابین البته میدید. طور از رفت هنرنمایی صمیمی نقش‌آفران و پذیرایی اهل تالار عیان بود. برای روی صحنه آوردن نمایشنامه مذکور هنرمندان کوشش‌های زیادی به خرج دادند. در صحنه از روی اثر هنرمند خیلی محبوب ملت تاجیک پرپیشا قیمتشویف و به یاردم این اثر به میدان حاضر می شود دراماتورگ خیلی حضرب خیلی نیرومند ملت تاجیک جمعه قدوس. از این دو اثر یک نمایش آراستند که برای پایداری دولت، برای پایداری مقدسات انسان بسیار زحمت‌های زیادی کشیدند، برای روشنی انداختن، برای متحد شدن، برای سرجم شدن، برای اتحاد و اتفاق تمام ملت بزرگ فرهنگی، برای علیه مثلا فضیلت‌های زشت انسانی مبارزه بردن. همین خیلی یک پند خیلی زیبایی صدا داد. از همین زمینه این ملت نیروی زیباتر میگیرد و این ملت و این فرهنگ خیلی زیبا برای نه تنها ملت تاجیک بلکه برای تمام بشر دنیا تعلق دارد و مورد سرفرازی است که این گونه اثر روی صحنه آمده است. یادآور باید شد که فعلا بیشتری هنرمندان و ایجادکاران تئاتر نامبرده را جوانان صاحب کسب تشکیل می‌دهند و البته برای باز هم سیقل دادن مهارت کسبی از هنرمندان سابقه‌دار و پرتجربه نازکی‌های این صنعت والا را می‌آموزند. همه چیزی که به انسانیت و به بشریت به زودی چشم رس می شود و به زودی نمونه عبرت می شود، این به واسطه تئاتر می شود. و من احسان میگویم به تمام هنرمندان این تئاتر بزرگ و به خود راهبریتش که الکی تصمیم گرفتن چنین نمایش رو روی صحنه آوردن. بازم با بچه‌ها موفقیت میخوام و باشد که این نمایش رو تمام مردم تاجیکستان عزیزمان ببینند. می توان گفت از تماشای نمایشنامه هر بیننده به خود غذای معنوی برداشته خصلت‌های حمیده انسانی را در حیات انتخاب می نماید. بحرالدین امامی‌دین فیروز قربانوف، ناحیه دنغره، مخصوص برای برنامه تحلیلی و خبری اطلاع.